بانوها جهت شمال، جهت جنوب، جهت جنوب غربی و جهت شمال غربی رو تو سال 2026 و 1405 تقویت نمی کنید که هیچی، حتی چیدمانی که مخرب هست رو انجام میدی، چون انرژی از دست دادن کار، پول، سرمایه و بیبرکتی پول رو، انرژی جدایی، انرژی بیماری، انرژی حوادث و تصادف. این تصادف میتونه تصادف با ماشین باشه، هواپیما باشه، قطار باشه و حتی کارهای دادگاهی رو فعال میکنه. این 4 جهت توی سال جدید میلادی و شمسی یعنی 2026 و 1405 به هیچ عنوان نباید تقویت بشه، وگرنه انرژی هایی که بهتون گفتم رو توی خونتون فعال میکنید. متاسفانه تو سال 2026 و 1405 این 4 جهت انرژی های مخربی که گفتم رو برای تمام سالها، زودیاک ها و برای تمام متولدین ماها فعال میکنه، چون این انرژی اسب آتشین هستش. اما این 4 جهت رو بهتره که از تکنیک های مختلف استفاده کنید و بیاین چیدمانش رو برعکس بچینید. اگه برای سواله که دقیقاً از کی شروع کنم جهتامو پیدا کردن و چیدمانم رو درست کردن، از هر زمانی که این ویدیو رو دیدی بلند شو و شروع کن و همین الان میخوام بهت بگم چجوری جهتات رو پیدا کنی و چجوری این جهت ها رو بیای درستشون کنی. سلام به همه بانوهای زیبا، جذاب و ادایی خودم، خوش اومدین به اولین ویدیوی آموزشی یوتیوب من. پیدا کردن جهت ها کار سختی نیست، به شرط اینکه تو بلد باشی بانو چجوری این جهت ها رو پیدا کنیم. ما 2 مدل جهت یابی داریم. مدل اول به این شکله که کل پلان خونه رو در نظر میگیریم، یعنی مرکز خونه رو با توجه به پلان کلیش میایم پیدا میکنیم و جهت یابی میکنیم که این کار نیاز به آموزش و نقشه کشی دیدن داره که سخته براتون. من مدل راحتش رو بهتون میگم. توی مدل جهتیابی دوم جز به جز انجام میدیم. اگه الان برای سوال پیش اومده کلیه درسته یا جزئیه، جفتش خوبه انجام بدین، اما جزئیه شما باید تکنیک ها رو با جهتیابی جزئی انجام بدین. جزئی یعنی چی؟ یعنی اتاق خواب رو جدا جهتیابی میکنید، سالن رو جدا، آشپزخونه رو جدا. توی گوشی هممون یه دونه برنامه هست به اسم قطب نما. شما با قطب نمایی توی گوشید و اگر که خب قطب نما رو داری جدا، چون بچه‌هایی که پیش من آموزش دیدن قطب نما رو دارن به صورت جدا، با قطب نما میان جهت هاتون رو به صورت جزئی پیدا میکنید. توی اتاق خوابتون مرکز رو پیدا میکنید، طول و عرض اتاق خواب رو میگیرید، تقسیم بر 2 میکنید و مرکز اتاق خواب در میاد. مثلا تو میگی طول اتاق خواب من 20 متره، عرض اتاق خواب من 10 متره، 20 تقسیم بر 2 میشه 10، 10 تقسیم بر 2 میشه 5، 10 متر از قسمت طول و 5 متر از قسمت عرض نشونه میگیرین و به هم میرسونید و مرکز میشه. مرکز معمولا پیدا کردنش راحته توی اتاق و سالن. کلا مرکز خونه معمولا از نظر طراحی اومدن لوستر زدن یا مشخصه. حواستون باشه یه نکته، وقتی که میرید یک خونه ای رو انتخاب میکنید حواستون باشه که مرکز اون خونه سرویس بهداشتی نباشه. سرویس بهداشتی به خاطر اینکه در واقع چاه فاضلاب داره، چاه فاضلاب مکش انرژی هستش و انرژی منفی زیادی داره. به خاطر همین میگم در سرویس بهداشتی و اصلا باز نذارید. حتی اگر شستین 10 دقیقه یه رو باز بزنید و بعد ببندید، یا توالت فرنگی رو درش رو باز نذارید ببندید. از لحاظ بحث انرژی اصلا درست نیستش. اما بریم سراغ جهتیابی‌ها. مرکز اتاقو که پیدا کردین، قطب نما رو توی گوشیتون باز میکنید. حتما یه دونه صندلی یا یه میز کوچیک توی مرکز قرار بدین و گوشیتون رو قسمت برنامه قطب نما میارید و فکر کنید اینجا میزه و گوشی رو به این شکل میذارید. اصلا گوشی رو روی زمین قرار ندید. گوشی رو میچرخونید تا اون فلشش روی N قرار بگیره و N شما 0 باشه.
N جهت شمال هستش. NE وقتی گوشی رو رو همون میز گوشی رو به همین شکلی که من میچرخونم بچرخونید. NE شمال شرقی هستش، E شرق هستش، SE جنوب شرقی هستش، S جنوب هستش، SW در واقع جنوب غربی، W غربه و NW شمال غربیه و مرکز. در واقع ما 9 تا جهت داریم با مرکز: شمال، شمال شرقی، شرق، جنوب شرقی، جنوب، جنوب غربی، غرب و شمال غربی. غرب که جهتی هستش که عنصرش با عنصرهای دیگه فرق میکنه، یعنی هر جهت عنصرهای مخصوص به خودش رو داره که حالا توی ویدیوهای بعدی من توضیحات کاملتر بهتون میدم. الان چون داریم نزدیک میشیم به سال جدید میلادی 2026 و بعدم که دیگه سال جدید خودمون هست، بهتره که قبل از میلادی این کار رو انجام بدین، اما هر موقع که این ویدیوی من رو دیدین شروع کنید به انجام دادن. جهت شمال که N میشه رو پیدا میکنید، محدوده شمال، نه یه نقطه. توی قطب نما اگر نگاه کنید این پایین، این بالا قطب نمای، این پایین زده N W. وقتی تغییر میدین محدوده جهت ها رو مشخص میکنه. محدوده شمالتون که N میشه رو برید نگاه کنید توی سالن، توی اتاق خواب، ببینید که چیدمانتون به چه شکل هست. محدوده S که میشه جنوبتون، برید نگاه کنید ببینید که چه چیزهایی هست. محدوده جنوب غربیتون SW تون، به خصوص توی اتاق خوابتون نگاه کنید ببینید چه چیزهایی گذاشتید. و محدوده در واقع NW که میشه شمال غربیتون، برید نگاه کنید ببینید که با چه چیزهایی فعالش کردین، چیا گذاشتین. توی بخش در واقع خونه یکی از نکته هایی که بسیار مهمه و کمتر کسی بهش توجه میکنه عقبه ملک شما هست. خیلی ها فکر میکنن که خب پس من چون ملکم نوسازه ملکم خوبه، چون اولین بار خودم تو اون ملک رفتم پس ملک خیلی برام خوشیومنه. یا برعکس، بعضیا فکر میکنن که اگر من ملکم قدیمیه، اگر قبل از من کسی دیگه اونجا زندگی میکرده این ملک بده. میخوام بهت بگم نوساز و قدیمی بودن ملک روی عقبه ملک تأثیری نمیذاره. روی انرژی های داخلی تأثیر میذاره ولی عقبه ملک ربطی به این نداره که تو ملکت نوسازه یا ملکت قدیمی هستش. برای اینکه عقبه ملک رو در بیارین خیلی توضیحاتش مفصله که باز توی ویدیوهای بعدی میگم، اما یکی از نشونه هاش اینه که شما برین از بقیه بپرسین که معمولا کمتر کسی میاد میگه من توی این ملک انقدر برام بد بیاری اومد و انقدر برام خوب نبود که دیگه دارم میرم. نمیان بگن. چه اتفاقی میفته؟ شما زمانی که توی اون خونه هستین میبینید که مثلا از 4 ماه 5 ماه بعد یا اون مشکلاتتون بیشتر میشه. اما ما باید چیکار کنیم؟ کسی که بهمون نمیگه، خودمونم که بلد نیستیم. بهترین کار اینه که شما پاکسازی شخصی سازی شده انجام بدین. پاکسازی شخصی سازی شده پاکسازی هستش که مخصوص شماست توی خونه های مختلف. یعنی تو هر خونه‌ای که بری، چه اجاره‌ای باشه چه صاحبخونه باشی. باز یه اشتباهی که این وسط خیلی‌ها میکنن، فکر میکنن که اگر ملکی که دارن میرن بگیرن مستاجرن نیاز به پاکسازی نداره، چون میگه خب من هر سال خونم رو عوض میکنم. اتفاقا کسی که مستاجره بیشتر نیاز داره چون بیشتر خونه عوض میکنه. زمانی که تو بدونی خونه‌ای که میخوای بگیری جهت‌هاش چجوری باشه، یعنی حواست باشه خونه‌ای که بذارید چند تا مثال بزنم براتون جا بیفته. مثلا خونه‌ای که اطرافش بیمارستانه رو نگیرید. خونه‌ای که اطرافش دادگاه، مراکز قانونی هست رو نگیرید. خونه‌ای که در واقع اطرافش بهشت زهرا ما میگیم، حالا بعضیا میگن امامزاده، کلا قبرستونی هست رو نگیرید. خونه‌ای که طبقه اول هست رو ترجیحاً نگیرید. خونه‌ای که پرتی زیادی داره رو نگیرید. خونه‌ای که پنجره خورش کم هست، نورگیرش کم هست رو نگیرید. خونه‌هایی که سقف کوتاهی داره رو ترجیحاً نگیرید. خونه‌هایی رو بگیرید که طبقه بالا باشه،
نورگیرش خوب باشه، دور و برش اگر فضای سبز باشه خیلی بهتره و خب اگر که نوساز باشه باز بهتره. انرژی های آدم های قبلی توش کم هست، ولی با اینها تحت هر شرایطی خونه تو نیاز به پاکسازی شخصی سازی شده داره که خیلی مفصل بحث خونه من کم کم توی ویدیوها براتون باز میکنم. توی تهران سمت قبله میشه جنوب غربی، چون توی شهرهای مختلف سمت قبله فرق میکنه. اما تا حالا به این فکر کردین که چرا گفته شده حتما سمت قبله نماز بخونید؟ به خاطر اینکه اون جهتی که بهش میگیم جهت قبله که بعضی شهرها غرب، بعضی شهرها جهتهاش فرق میکنه، سمتی هستش که در واقع به سمت مکه میشه و انرژی بالایی خونه خدا داره و زمانی که شما تو اون جهتی که خونه خدا هست سجده میرین، تمام انرژی های منفیتون از چاکرای پیشونیتون وارد مهر میشه. به خاطر همین میگن مهر رو نخورید، انرژی منفی داره. به خاطر همین میگن که در واقع حتما به اون سمت که توی خونه گفته شده نماز بخونید. میخوام اینو بهت بگم که جهت ها مهمن، انقدر مهمه که کارشناس ها، دانشمند ها میگن که جهت شمال نخوابید. یعنی تو توی اتاق خوابت میری قطب نما میندازی، جهت ان رو پیدا میکنی، اگر مبل تو به سمتی هستش که سر تو به سمت شماله، اون جهت نباید بخوابی. حالا دلیل علمیش اینه که چون انرژی و جاذبه مغناطیسی زمین توی قسمت شمال بالاست و زمانی که شما به سمت شمال میخوابید تمام جریان‌های خون شما رو اون جریان مغناطیسی زمین به سمت سرتون هدایت میکنه و این باعث سکته مغزی میشه. به خاطر همینه که میگیم سمت شمال بهتر سرتون رو قرار ندید. بهترین جهت برای خوابیدن شرق و غرب. جهت جنوب غربی هم بهتره که سرتون رو قرار ندید. هر موضوعی که من بهتون میگم دو تا دلیل داره، یکی دلیل علمی داره، یکی دلیل بحث انرژی داره که من تا جایی که بتونم توی ویدیوها تک تک براتون باز میکنم. برگردیم به جهت یابیمون. انقدر بحث انرژی و محیط و تاثیرش مفصله، هر قسمتی رو که باز میکنی انقدر توضیحات داره، انقدر شاخ و برگ داره که من مجبور میشم توضیحات بیشتری بهتون بدم. زمانی که من خودم آنالیز خونه انجام میدم، که مثلا توی پیج اینستاگرام میگم بچه‌ها امروز ما برای 50 نفر آنالیز خونه انجام میدیم، عکس از اتاق خواب یا سالن برای ما یا هر دوش بفرستین. چیزی که من نگاه میکنم سنگینی خونه است. بعضی از خونه ها به شدت سنگینه. خب من خیلی از خونه ها رو برای آنالیز و مشاوره مجازی و حضوری اصلا قبول نمی‌کنم، به خاطر اینکه اون خونه انقدر شرایطش فرق میکنه که میدونم کاری که من میخوام در واقع انجام بدم روی اون خونه نتیجه‌ای نخواهد داشت. به خاطر همین یه سری رو من رد میکنم. اما به صورت کلی سنگینی خونه رو نگاه میکنم و چیدمان اون خونه و عقبه اون خونه. هر خونه‌ای با توجه به سنگینی، عقبه و چیزهایی که داره نیاز به چله برداری های مختلف داره. چله برداری هایی که در واقع وقتی انجام میدی تمام اون انسدادهای انرژی، اون سنگینی ها رو کم 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 از بین میبره و اون انرژی منفی که توی خونت هست رو میاره بیرون. یکی از نشونه های این که از کجا بفهمیم این خونه سنگینی داره، گل و گیاها. اگر که ماهی داشته باشین، ماهی زود فوت میکنه، حیوانات زیاد مریض میشن. بچه کوچیک داشته باشین، بچه ناآرومه، زیاد گریه میکنه. یه نشونه دیگه که خود بزرگترها میتونن حس کنن اینه که در واقع بی حالن، کسلن، بی انرژیان. میگه من حتی حال ندارم از رو تخت بیام پایین بلندشم یه کاری رو انجام بدم، اما زمانی که از خونه میره بیرون حالش خوبه. توی خونه جر و بحث زیاده، توی خونه یک جو سنگینیه. میدونم که خیلی از شما بانوها قشنگ احساس میکنین، چون خانم‌ها حس ششم خیلی قوی دارن و زود متوجه این موضوع میشن. اما
من خودم زمانی که آنالیز خونه انجام میدم، اولین کاری که انجام میدم عقبه و سنگینی رو از بین میبرم. یعنی با اون چله برداری هایی که انجام میدیم در واقع میگیم که شروع کنن به یه سری از تکنیک ها رو زدن که خیلی مفصله، 3 ماه، 2 ماه، بعضی از خونه ها 4 ماه درگیر میشن و اون پروسه سنگینیه. پروسه‌ای هستش که حتما زیر نظر یک متخصص باید انجام بشه و حتما به صورت کامل 0 تا 100 باید انجام بشه. اما برای جهت‌ها، چون بانوها سال 2026 و 1405 البته جمع 2026 میشه 10، یعنی 2 به علاوه 2 به علاوه 6 میشه 10. 1405 هم 1 به علاوه 4 به علاوه 5 میشه 10. 10 در واقع توی بحث انرژی شروع یک چرخه جدیده. به خاطر همین تو سال 2026 و 1405 تو هم میتونی کارت رو بسازی، هم میتونی کارت رو از دست بدی. هم میتونی رابطت رو بسازی، هم میتونی رابطت رو از دست بدی. در واقع عین تیغ دولبه میمونه. اما با توجه به تفسیرهای سال تولدتون که توی ویدیوهای قبلی گفتم حتما برید ببینید و برای بررسی کامل‌تر میتونی اسمت رو، تاریخ تولدت رو به لینک های پشتیبانی بفرستید. توی تلگرام من لینک های پشتیبانی رو گذاشتم و آدرس تلگرام هم توی کپشن خورده شده، هم توی لینک بایو یوتیوب براتون گذاشتم. میتونید به پشتیبان ها پیام بدین، اسم و تاریخ تولدتون بفرستین. حتما اگر که متأهل هستین برای همسرتون هم بفرستین که ببینیم چه انرژی هایی با هم براتون فعاله، چه انرژی هایی به صورت تک به تک براتون فعاله. اگر که فرزند دارین یا هر کسی دیگر میتونید استفاده کنید بفرستین، چون این بررسی ها یا حتی آنالیز اولیه خونه کاملا رایگان انجام میشه که اصلا ما شرایط رو ببینیم. یعنی بدون مشاوره گرفتن اولیه من هیچ چیزی رو برای هیچ کسی تجویز نمی‌کنم. یعنی من توی آکادمی هیچ چیز عمومی ندارم که همه بتونن تهیه کنن. قبل شما باید مشاوره بشید، چون توی خونه بحث مهاجرت خیلی مهمه، توی خونه بحث ازدواج خیلی مهمه، توی خونه کار مهمه، توی خونه بچه دار شدن مهمه. دغدغه و چالش هر خانواده متفاوته، به خاطر همین اصلا نمیشه یه نسخه کلی برای همه پیچید. بنابراین هر کسی به صورت جدا جدا باید بررسی و مشاوره بشه. اما چیزی که مهمه، چون تمام این انرژی های خوب و بد در کنار هم داره فعال میشه، چون چرخه شروع داریم توی کار، توی روابط، توی همه چی، هم تو میتونی استفاده کنی، هم میتونی از دست بدی. این دیگه کاملا به خودت برمیگرده که چقدر با آگاهی که داره نصیبت میشه داری ازش استفاده میکنی که تو سال جدید تو بتونی اگر انرژی رشد کار برات فعاله ازش استفاده کنی. اگر انرژی شراکت کردن برات ضرر داره شراکت نکنی یا با احتیاط پیش بری. جهت‌های شمال، جنوب غربی و شمال غربی جهت‌هایی هستن که روی از دست دادن کار و پول، روی در واقع جدایی، خیانت، بیماری و کارهای دادگاهی رو میاد فعال میکنه و تأثیر میذاره. بنابراین حتما بهتره که این جهت‌ها مخرب بشن. جهت شمال عنصرش آبه، جهت جنوب عنصرش آتشه، جنوب غربی خاکه و شمال غربی فلزه. حالا هر کدوم از این جهت‌ها چیدمانشون، تقویت کنندشون، تضعیف کنندشون، مخربشون، خنثی کنندشون متفاوته. اما من یه وایس آماده کردم که بهتون گفتم چجوری این جهت‌ها رو بیاین خنثیش کنید، چجوری مخربش کنید که تاثیر انرژیش برای شما و خانواده‌تون به پایین ترین حد برسه. تاثیر انرژی منفیش ما هر سال هم برامون خوبه هم برامون بده. اصلا نمیتونیم مطلق بگیم یه سال کاملا برامون خوبه یه سال کاملا برامون بده، هم خوبه هم بده. اما با تکنیک هایی که بهتون گفته میشه، با توجه به بررسیتون، اون انرژی های خوب که قراره برای تو فعال بشه رو میخوام ازش نهایت استفاده رو بکنی. اونی که برای تو ضرر هست رو میخوام در واقع خنثیش کنم که روی تو و خانوادت تاثیر نذاره. یه سوالی که توی پستای قبلی پرسیده بودین این که زودیاک من چیه، بعد تاریخ تولدتون و اسمتون رو گذاشته بودین. زودیاک شما سال تولدتون هست. توی کانال تلگرام برید یک جدول گذاشتم 12 تا زودیاک و سالهایی که در واقع به دنیا اومدین از دهه فکر میکنم
1310 گذاشتم تا همین الان زودیاکتون مشخص میشه بر اساس سال تولده. اما کسایی که دقیق تر میخوان یعنی اسم و تاریخ تولدشون رو گذاشتن، شما باید توی تلگرام پیام بدین که بررسی کامل تر بشین. همین الان که این ویدیو رو دیدی حتما برای بقیه دوستاتم بفرست که اگر اونا بلد نیستن جهت‌هاشون رو پیدا کنن چجوری بلندشن برن جهت‌ها رو ببینن و پیدا کنن. بلند شو همین الان طبق چیزی که بهت گفتم برو جهت‌هاتو پیدا کن، به خصوص این 4 تا جهت رو ببین چیا داری، چجوری هست و برای دریافت اون وایس کاملا به لینک‌های پشتیبان ها پیام بدین، اسمتون تاریخ تولدتون هم بفرستین. اما 3 تا جهت خیلی خوشیوم داریم برای سال 2026 و 1405 که توی ویدیو بعدی بهتون میگم اون جهت ها رو چجوری پیدا کنید و چقدر قرار این 3 تا جهتی که تو ویدیو بعدی بهتون میگم تاثیرگذار باشه و انرژی شانسی که برای همه ما میتونه فعال کنه و ما نهایت استفاده رو توی مسائل مالی و عاطفیمون داشته باشیم. اگر توی اینستاگرام همراه من هستین دیدین که من چیدمان دفتر رو کامل تغییر دادم، خونه‌ام که اصلا کلا تغییر دادم، به زودی خونه‌ام توی استوری ها نشون میدم. آیدی پیج اینستاگرام من النازبانو _ترفورنی با دبل آی هستش. حتما توی تلگرام و اینستاگرام هم همراه من باشین. خیلی دوستتون دارم. هر پیشنهاد و نظری هم داشتین بر من توی کامنت ها بنویسید، حتما ازشون استفاده میکنم. مراقب خودت خیلی زیاد باش بانو جان، بدون که تو خیلی مهمی و با ارزش‌ترین دارایی تو خودت هستش. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.